درود. اخبار امروز سه‌شنبه 24 ژانویه را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می‌کنم. امروز در برنامه تاجیکستان میگوید در صورت رضایت ازبکستان آماده است یک قطعه راه ترانزیتی حیاتی برای ختلان را خودش برقرار کند. دادگاه قرقیزستان حکم زندانی عظیمجان اسکروف یک حامی ازبک تبار حقوق بشر را به تغییر گذاشت. میخوام امروز تاکید کنم که حکومت موقت قرقیزستان جنایت‌های در سال 2010 صادر نموده‌اش را میخواهد به واسطه محاکمه‌های ساخته رو پوش کند. لیمیت نیروی برق لغو شد و ساکنان تاجیکستان امیدوارند سالهای آینده هم زمستان به برق نمیمانند. ما باوری نداشتیم که مثال آهسته آهسته همین مثال مشکلاتی مثال که 2 ساعت سوید میدادگی آساسته به 24 ساعت میبیاد. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان گفتند آمادند در صورت رضایت ازبکستان یک قطعه راه ترانزیتی آن را خودشان برقرار کنند. عثمان قلندرزاده رئیس شرکت دولتی راه آهن روز 24 ژانویه در نشست خبری گفت مذاکرات درباره برقراری این راه آهن حیاتی برای جنوب تاجیکستان ادامه دارد. راه آهن اموزنگ ترمیز یک راه اصلی تامین ولایت ختلان با مال و مواد بود، اما در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان راه را خراب کردند. انتقال مال و کالا به ولایت حالا از راه‌های دیگر و با خرج زیادتر صورت می‌گیرد. همکاری ما میرزانبی خالقزاد در نشست خبری شرکت راه آهن بود. مسئولان راه آهن تاجیکستان میگویند که در صورت رضایت جانب ازبکستان آنها آماده هستند که راه اموزنگ ترمیز را دوباره فعال سازند که طی 5 سال آخر این راه بنابر یک جانبه تخریب شدن آن از جانب مقامات ازبکستان از فعالیت باز مانده بود. امروز مسئولان اداری راه آهن تاجیکستان در نشست خبری ذکر کردند که در نشست بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان 3 پیشنهاد اساسی را ارائه کردند که یکی از آنها تخفیف یا ارزان نمودن حرکت واگن‌های باربر در قلمرو ازبکستان می باشد و دوم مسئله کوتاه کردن حرکت راه‌های واگن‌های تاجیکستان در راه‌های ازبکستان می باشد که اگر پیشنهاد تاجیکستان عملی شود 153 کیلومتر راه کوتاه می شود و 20 ساعت صرفه می شود. در اونجا یک چند مسئله ها شدن روی آهن اموزنگ، پس کردن تخفیف ها، پیشنهاد کردن تخفیف ها، اوید برکشانی، مسافربری، اینا حالا پولار هر حل نیافتند و در اونجا قید کرده شدند که طرف ازبکستان باید اینا رو بررسی کرده نقطه نظر خودشون رو با ما پیشنهاد کنند. از این لحاظ ما با آنها گفتگو داریم. ولی به هر صورت مقامات تاجیکستان علاقمند خود را بیشتر به مسئله راه آهن آموزنگ نشان میدهند که این را مهمتر و یک از راه‌های استراتژیکی است که تاجیکستان را از جمله حرکت واگن‌های تاجیکستان را از طریق ازبکستان یک باره به ولایت ختلان نزدیکتر می‌سازد. در ضمن بعد از آن که راه آهن ازبکستان در سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه‌های قسمت جنوبی تاجیکستان به مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند و نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن ربوهای قطارها طریق اموزنگ ختلان 5 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب با مرکز با ساختن راه آهن دوشنبه قرغانتپه کولاب اقدام کرد. همکنون راه آهن مذکور هم برای مسافرکشانی و هم برای بارکشانی استفاده می شود. راه آهن وحدت یابان یکی از قسمت‌های این راه آهن است. به اطلاع اداره راه آهن تاجیکستان از جمله بارکشانی ترانزیتی 562,000 تن را در سال 2016 تشکیل داد که نظر به سال 2015 622,000 تن یا 52.5% کاهش یافته است. و سر می‌ذاریم به کشور دیگری همسایه به قرقیزستان. دادگاه این کشور حکم زندانی یک عمری عظیمجان اسکروف فعال حقوق انسان را دیگر باره تایید کرد. دادگاه منطقوی ناحیه چوی بیشکک روز 24 ژانویه عظیمجان اسکروف را در برانگیختن عداوت ملی در مناقشه‌های قومی سال 2010 و مرگ یک افسر پلیس گناهکار دانست. وکیل دفاع عظیمجان اسکروف 66 ساله حکم دادگاه را شرمندگی نامید و خودش گفت که به نشانه اعتراض از حکم به گرسنه‌نشینی شروع می‌کند.
میخوام امروز تاکید کنم که حکومت موقت قرقیزستان جنایت‌های در سال 2010 صادر نموده‌اش را می‌خواهد به واسطه محاکمه‌های ساخته رو پوش کند. بعد از مراجعت‌های حامیان حقوق و سازمان ملل، دادگاه عالی قرقیزستان ماه ایول حکم عظیمجان اسکرف را به اعتبار کرد و پروندهش را برای بازنگری فرستاد. بازبینی پرونده 4 اکتبر شروع شد. در مناقشه‌های 6 سال پیش بین قرقیز و ازبک تباران در جنوب قرقیزستان 450 نفر و اکثرا ازبک تباران کشته شدند. و منطقه دیگری جنوبی قرقیزستان و به ویژه مرزی کشور با تاجیکستان هم از منطقه‌ای است که احیانا شاهد جنجال و مناقشه می شود. روز یکشنبه در دهه مرزی کوکتاش میان شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان زد و خورد به وقوع پیوست. مقامات تاجیکستان گفتند سبب جنجال و سنگ‌اندازی بین دو طرف ساکنان کشور همسایه بودند و یک وکیل محلی دهه کوکتاش هم به گفته مقامات مرزبانی تاجیکستان در برانگیختن یافا نقش داشت. خودی وکیل میگوید که او یک جبردیده است. مقامات مرزبانی تاجیکستان 2 روز بعد مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مسئولیت این حادثه را به دوش ساکنان کشور همسایه واگذار کرده. وکیل محله دهه کوکتاش قرقیزستان رازیه و سرو را اغواگر اساسی دهه نامیدند. مقامات مرزبانی قرقیزستان وجود مناقشه در مرز با تاجیکستان را شام 22 ینور تصدیق کرده ولی تفصیلات آن را کمی دیگرگونه شرح دادند. از جمله مرزبانان قرقیز به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفتند که ماجرا بعد لطوکوب شدن یک شهروند تاجیکستان شروع شد. به گفته آنها در حادثه سنگ‌اندازی تخمینا 10 تا 30 شهروند تاجیکستان در مقابل 50-60 شهروند قرقیزستان چند نفر مجروح شدند و رازی اسر و بعد آسیب دیدن در این حادثه حالا در بیمارستان به سر میبرد و یکی از جبردیده ها می باشد. معاون اول سردار خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان گفته است که محل مناقشه آخر یک قطعه بحث برانگیز مرزی است و منزل ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان مثل چهارخانه شاهمات جایگیر بوده باعث سر زدن اختلاف ها می شود. دادگاه عالی بریتانیا امر داد که حکومت کشور باید پیش از آغاز رسمیت خروج از اتحادیه اروپا رضایت پارلمان را بگیرد. حکم دادگاه روز 24 ینور صادر شد و غالباً برنامه نخست وزیر تریزا می برای شروع مذاکرات خروج در ماه مارس را به تأخیر می اندازد. امروز با رأی موافق 8 نفر و رأی مخالف 3 نفر دادگاه حکم کرد که حکومت نمیتواند به اجازه پارلمان بند 50 را به اجرا درآورد. وقتی بریتانیا از عهدنامه‌های اتحادیه اروپا خارج می شود، یک منبع قانون برای بریتانیا بریده می شود. گذشته از این، بعضی از حقوق شهروندان بریتانیا تغییر می یابند. از این رو حکومت به اجازه پارلمان نمیتواند بند 50 را به اجرا درآورد. بند 5 عهدنامه لیسابون به اعضای اتحادیه اروپا حق می‌دهد آن را به اجرا درآورند و مذاکرات 2 ساله برای خارج شدن از اتحادیه را شروع کنند. مقامات تاجیکستان میگویند در 5 سال اخیر تامین مردم به آب پاک یا شامیدنی بهتر شده است و حالا بیشتر از نصف مردم به آب صاف و تازه دسترسی دارند. این زمان میلیون ها نفر در سراسر کشور از آب پاک محرومند و از هر منابع و از هر راه خانواده های خود را با آب تامین میکنند. کیومر سیاتا در این باره گزارش میدهد. 3 سال پیش بوشگاه کلان و چاه ساختیم. آب را در همینجا جمع میکنیم و از آن بنوشیم و به گاوها میدهیم. غفار شریپوف در محله بوستان 20 کیلومتر دورتر از دوشنبه زندگی میکند. با وجود نزدیکی به پایتخت این محله شبکه آبرسانی ندارد. غفار در خانه‌اش یک چاه 7 تنگی آب ساخته است و زمستان آب باران و برف را در آنجا جمع میکند، اما تابستان آب را یا با خر میکشند و یا میخرند. برای آوردن 5 تن آب آشامیدنی تقریباً $10 میپردازد که برایش پول زیاد حساب میشود. غفار و همسرش از حساب چاروای خانگی روز میگذرانند. آب برای چاروا را در بچکه‌های آهنی نگه می‌دارند. در ما تقریبا در هر خانه چنین بشکه‌ها دارند. همین گونه زندگی می‌کنیم. آب را صرفه‌جویانه استفاده می‌بریم. هر قطره آب برای ما گران است.
همسایه غفار آیبک چاهی بتونی 30 تنگی ساخته است، اما هیچگاه نتوانسته است آن را کاملا پر کند زیرا آب گران است. او 10 تن آب می‌خرد که برای مصرف یک ماهه خانواده‌شان کافی است. ساکنان محله سامانیان خودشان پول جمع کرده و به محله آب آوردند، ولی این آب فقط برای آبیاری است. آب نوشیدنی را چون در روستای همسایه می‌خرند. سال 2011 هم 48.6% اهالی تاجیکستان به آب پاک آشامیدنی دسترسی داشت. حالا 57.6% اهالی به آب پاک دسترسی دارد. بیش از نصف آب تمام آسیای مرکزی از تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد، ولی مردم زیادی از آب پاک محرومند. برای بنیاد شبکه‌های آبرسانی و نگهداری آنها پول لازم است که در بودجه نیست. مقامات میگویند برای تأمین تمام مردم با آب پاک 2 میلیارد دلار ضرور است، پولی که بودجه یک ساله تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. مسئله را به گفته آنها به کمک خارجی حل کردن مشکل است. مشکل دسترسی به آب نه تنها در روستاها بلکه در شهرها نیز هست. در بسیاری از شهرک و مرکز ناحیه‌ها شبکه‌های آبرسانی را در زمان شوروی سابق ساختند. حالا این شبکه‌ها فرسوده شدند، زنگ می‌زنند و برای صحتی مردم خطر دارند. امسال در تاجیکستان 4 طرح بازسازی شبکه‌های آبرسانی خاتمه می‌یابد و قرار است در 17 شهر بنیاد شبکه‌های نو شروع شود. پول آن را مؤسسه‌های بین‌المللی مالی به مثل بانک اروپایی رشد می‌پردازد. و از آب می‌گذاریم به برق. در تاجیکستان یک هفته بیشتر است که تمام مردم برعکس سالهای گذشته در این فصل زمستان 24 ساعت با نیروی برق تامین هستند. روز 14 انور مقامات گفتند که حالا کشور نیروی برق کافی تولید می‌کند و دیگر ضرورت به قطع نیروی برق خانه‌های مردم وجود ندارد. برات یوسفی درباره برداشتن محدودیت و هم تاریخ این تجربه تلخ در تاجیکستان گزارش می‌دهد. در 23 سال اخیر باری نخست منزل مراد امامов ساکنی دهه باغستانی ناحیه حصار در ماه ینور شبانه روز برق دارد. هیچ ما باوری نداشتیم که مثلا آهسته آهسته همین مثلا مشکلاتی مثلا که 2-3 ساعت سوید میدادگی آهسته به 24 ساعت میبیا. هیچ آدم باوری نمیکرد آینده. لیمیت و یا محدودیت انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان و دنبال مراجعت رئیس جمهور به مردم کشور سر از 14 ینور لغو کرده شد. حادثه‌ای که مردم آن را تاریخی نامیدند، اما تاریخ محدودیت برق برای ساکنان به 23 سال پیش میبرد. زمانی که تاجیکستان از ذخیره برق سیستم یگانه انرژی آسیای مرکزی محروم کرده شد. تاجیکستان آن زمان حدود 5 میلیارد کیلووات ساعت دفیسیت و یا کمبود برق داشت. اگر لیمیت جاری نمی‌کردیم ما میتوانستیم در دروازه ماه ینور عموما از برق بی بهره مانیم. اما تحلیلگران یک سبب تهدیدهای بیرون کردن تاجیکستان از سیستم یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی را قرضهای برق تاجیک در نزد کشورهای همسایه نامیبرند. Одна из причин была в том числе задолженность Таджикистана. یکی از سبب‌ها قرض تاجیکستان در نزد ازبکستان بود. به هر صورت آن زمان جانب ازبکستان اظهار می‌داشت که برق تاجیک قرضهایش را پرداخت نمی‌کند. این در دوره شریفخان سمیوف بود. تاجیکستان دیگر از واردات برق خارجی ناامید شد. با سرمایه خارجی و داخلی بنیاد نیروگاه‌ها را روی دست گرفت. بر اضافه تعداد بیشمار نیروگاه‌های کوچک در 8 سال اخیر، نیروگاه‌های سنگتوده یک را با اقتدار 370 مگاوات، سنگتوده 220 مگاوات، مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه 2 400 مگاوات بنیاد کرده شد. و در این بخشی برنامه یک خبری کوتاه داریم درباره مراسم جالبی پیروان دینی ساکنان جمهوری مری در روسیه. ساکنان جمهوری مری در روسیه سال چند دفعه در جنگل‌های برایشان مقدس جمع می‌شوند و نماز دستجمعی می‌خوانند. و میتوانید گزارش کامل در این باره همچنین با گزارش‌های دیگر را در وبسایت azadi.org در صفحه‌های ما در یوتیوب ببینید و هم فیسبوک و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.